سلام. مزایای مسئولیت پذیری در نوجوانان. مورد اولش کاهش نگرانی ما والدین هست برای استقلال فرزندانمون بعد از دوران نوجوانی که بتونن به صورت مستقل تصمیم بگیرن و مسائلشون رو حل بکنن. مورد بعدی بهبود روابط اجتماعی هست که باعث میشه نوجوان ما به تعهدات خودش عمل بکنه و همکاری و همدلی و روابط اجتماعی مؤثر رو توسعه بده. مورد بعدیش افزایش انضباط و سازماندهی هستش که زندگی خودش رو به طور منظم برنامه ریزی بکنه و وظایف خودش رو به طور منظم انجام بده. و مورد بعدی افزایش اعتماد به نفس هست. بچه‌هایی که مسئولیت پذیری رو در نوجوانی یاد بگیرن، در سنین بعد از نوجوانی به راحتی پذیرش چالش ها رو دارن و ریسک پذیری رو و با اشتیاق سراغ فعالیت های جدید میرن، در تصمیم گیری هاشون به صورت مستقل عمل میکنن و اینکه وقتی با یک مسئله روبرو بشن به صورت خلاقانه و مؤثر میتونن اونو به اصطلاح حلش بکنن. و مورد بعدی اینکه انگیزه و تلاش و پشتکار بیشتری دارن برای رسیدن به اهدافشون.